هشتمین قسمت از ویدیو هامون اختصاص داره به اولین قسمت از رئالیتی شو مافیای دون که پنجشنبه 4 بهمن ماه از فیلمنت منتشر شد. سلام به دوستداران فیلم و سریال، مخاطبین عزیز کانال دوقاب. اینجا قرار قابی باشه که با هم به مرور آثار سینمایی و تلویزیونی سراسر دنیا بپردازیم. وجه تمایز این برنامه با سایر رئالیتی شوهای مافیایی نمایش خانگی استفاده از پلیرهای حرفه‌ای مافیا به جای هنرمندان و چهره‌های مطرحه. اگر بخوایم در مورد اولین قسمت از این برنامه صحبت کنیم، میتونیم به 3 بخش تقسیمش کنیم: خوب، بد و زشت. بخش اول، نقاط مثبت و خوب. در سالیان اخیر یکی از انتقادات بیننده‌ها به خصوص افرادی که مافیا رو حرفه‌ای‌تر دنبال نمی‌کردن، زمان طولانی قسمت‌های رئالیتی شوهای مافیایی بود. در زمان پخش شب‌های مافیا اگه قسمتی بیشتر از 2 ساعت طول می‌کشید، همه انتظار بازی جذاب و خفنی رو داشتن. اما در پدرخوانده 2 و 3 و همچنین زودیاک 2، اکثریت قسمت‌ها بدون توجه به کیفیت بین 2 تا 3 ساعت طول می‌کشید. و این باعث میشد که مخاطب از یه جایی به بعد خسته بشه و اون قسمت رو رها کنه. و خب اولین قسمت دون کمتر از 90 دقیقه بود که البته اگه مفیدش رو حساب کنیم خیلی کمتر هم میشه. برعکس زودیاک و پدرخوانده، تایم صحبت بازیکنان محدود بود و تنها در روز معارفه شاهد سخن بزرگان و جملات بهنام تشکر پسند بودیم. نکته مثبت دیگه این برنامه هم این بود که صحبت‌های مربی‌ها خللی در ریتم برنامه ایجاد نمی‌کرد و باعث نمی‌شد مخاطب روند بازی از ذهنش بره. در صورتی که این انتظار وجود داشت که به دلیل محبوبیت مربیان، گروه کارگردانی سعی کنه گفتگوهای بیشتری از اونها رو در قسمت‌ها پوشش بده. تدوین هم به خوبی سرعت و ریتم برنامه رو بالا برده، اما نباید از این مسئله غافل شد که نوع فیلمبرداری برنامه و قاب‌بندی‌ها به شکل خاصی ما رو یاد اخبار شبکه یک میندازه، همونقدر بیروح و خسته کننده. و بهتره در تدوین قسمت‌های بعدی از تصاویر چندقاب بیشتری استفاده کنن. استفاده بیشتر از تصاویر چندقاب باعث میشه که مخاطب خسته نشه و همچنین به دلیل عدم شناخت از بازیکن‌ها به راحتی اونا رو تشخیص بده و نسبت به بازی حس بهتری پیدا کنه. و اما قسمت بد و منفی این برنامه. علیرغم نکات مثبت مطرح شده، این برنامه نقاط ضعفی هم داره که در ویدیو معرفی هم پیش بینی کردیم. بیننده هرگز نمیتونه با اسامی و یا شماره صندلی بازیکن‌ها ارتباط شناختی سریع نسبت به اونها پیدا کنه و این باعث گیج شدن و سردرگمی مخاطب میشه. افراد زیادی هم از طریق راه‌های ارتباطی با پیج ما این نکته رو به ما متذکر شدن. همچنین داوران و مربیان به هیچ وجه فضای برنامه‌های استعدادیابی و مشابه رو به مخاطب انتقال نمیدن و انگار صرفاً تماشاچی‌هایی هستن که در جایگاه CIP نشستن و دارن بازی رو به طور زنده می‌بینن. اساساً بازی مافیا حداقل در نوع نمایشیش اجازه نمیده مشابه برنامه‌های مثل صداتو، خندوانه یا عصر جدید عمل کنه. البته اگه فرض استفاده از محبوبیت مربیان رو برای دیده شدن برنامه ازش صرف نظر کنیم. اما قسمت زشت این برنامه، گرداننده به شکل مرسوم و کلاسیک در رئالیتی شو مافیای دون وجود نداره و در فاز شب شخص ماس‌زده رو در صحنه می‌بینیم و صدایی که از یک اتاق فرمان به گوش میرسه. ماسک‌ها روی صورت. فلسفه این تصمیم احتمالاً برای القاء این حس به مخاطب است که تصمیم شخصی و سلیقه‌ای گرداننده اثری بر نحوه بازی قرار نداشته باشه. اما تجربه پدرخوانده، شب‌های مافیا، زودیاک و حتی گولیاپوچ نشون داده که گرداننده علاوه بر نظارت بر روند بازی میتونه فضای فان و احساسی رو ایجاد کنه که منجر به کیفیت بهتر برنامه بشه و مخاطب رو خسته نکنه. در مورد سطح فنی بازیکنان و نقاط مثبت و منفی سناریو هم بهتره یه چند قسمتی فرصت بدیم و بعد قضاوت کنیم. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که امیا و کاستیا رو به ما ببخشید و شب و روزگارتون بخیر باشه.